سلام، خوبید؟ حتما شما هم شنیدین که میگن باید به انگلیسی فکر کنی اگر که میخوای خیلی خوب انگلیسی صحبت کنی. اما چرا؟ چون فکر کردن به فارسی و بعد ترجمه اون به انگلیسی اول از همه باعث میشه که خیلی کند و کشدار صحبت کنیم. اما مهمتر از اون ساختار جمله ها رو توی ذهنمون به فارسی میسازیم، بنابراین هرگز نمیتونیم مثل یک نیتیو اسپیکر صحبت کنیم. حالا برای اینکه بتونیم به انگلیسی فکر کنیم باید چه کار کنیم؟ هیچ راه حل عجیب غریبی وجود نداره. با چند تا کار ساده همه میتونن به این هدف برسن. چطور؟ توی مرحله اول هر چیزی که دور و براتون میبینید اسمش رو به انگلیسی یاد بگیرید. در حد کلمه. این کار هم خیلی ساده است، هم خیلی فانه، بنابراین قدم اول رو همه به راحتی میتونن بردارن. برای مرحله بعدی با استفاده از اون کلمه ها سعی کنید جمله های خیلی ساده بسازید. یا اتفاقایی که در طول روز براتون پیش میاد یا برنامه‌اش رو دارین رو با جمله های خیلی ساده واسه خودتون بگید. توی مرحله خودتون خیلی درگیر گرامر نکنید. برای مرحله بعدی جلوی آینه بایستید و با استفاده از کلمه هایی که یاد گرفتید و جمله هایی که یاد گرفتید راجع به موضوعات مختلف بلند بلند با خودتون صحبت بکنید. از تکنیک آینه حتما بعداً بیشتر براتون میگم. و برای مرحله بعدی توی ذهنتون مکالمه های فرضی بسازید. چطور؟ حرفایی رو که میخواین به پارتنرتون بزنید، فردا توی کافه به رفیقتون بگید یا به همکارتون، وقتی که مثلا دارید آشپزی میکنید، پیاده روی میکنید یا رانندگی، توی ذهنتون بسازید. خودتون درگیر گرامر نکنید، فقط مکالمه رو ادامه بدید. حالا مزایای این مکالمه فرضی چیه؟ توی کپشن براتون میگم. ولی ممکنه براتون سوال پیش بیاد که پس گرامر چی میشه؟ حتما توی ویدیوهای بعدی راجع به گرامر براتون صحبت میکنم. اگه شما هم روشی دارین که کمک میکنه بتونیم بهتر به انگلیسی فکر بکنیم، برامون توی کامنت ها بنویسید.